С какого времени проживаете уже? С какого времени проживаете? یک شهروندی تاجیک برای انجام دادن نماز در حجره خوابگاه در شهر تولا جریمه و از روسیه خارج کرده شد. دادگاه مرد را به مقدار 30,000 روبل جریمه کرد و قرار کرد که او را دپورتاسیون کند. با گفته دادگاه در اتاق شهروندی تاجیک تا 15 نفر اشخاص برای نمازگزاری جمع می آمدند. اینچنین در حجره ادبیات مسلمانی یافت کردید. دادگاه این را علامت فعالیت غیر قانونی دینی حسابید. خبر می‌دهد امکارو تولا در حجره ساکن 27 ساله تاجیکستان که نماز را تشکیل می‌کرد تیرزه با متاع سفید پوشانیده می‌شد و در بالای تیرزه ساعتی بود تا اینکه با آن همیشه وقتی انیق معین کرده شود. در کنج‌های حجره رف‌ها با کتاب‌ها و در زمین یک دارنده کتاب و قالینک‌های نمازی هستند. کارمندان حفظی حقوق تقریباً 10 کتاب و رساله‌های مختلفی را که دارای آیات‌ها و سوره‌های قرآن می‌باشند مصادره کردند.